امریکا را گاند کوان هند دیپلومات نخوا ید دوسیای سوریه ده جکار گرتنه اب دیپلومات دماسه سوریه هرمی یا گریدای شانده امریکای ده دخبتنه ناونده ماسه جی لستانبولیا رویترز دیار کرد که امریکا دنوا چند روزین در باسوی ده هشمارک دیپلومات نخوا ین دوسیای سوریه جرک آویتنه رویترز دست نشان کرد که دیپلوماتین دست جوان هات بردان د ماسه سوریه هرمیا گریدای شانده امریکا دا کار دکرن ناوند ماسه یاکو بحثا مجاره باجار استانبولیه و که راپور یکسر جنونر امریکا یه صایبت به سوریه توم بارک را کرد. دیپلوماتکی امریکی دیار کرد که بریارا بداوی کرنا ارکا هند کارمندان د چارچوبه جنوبا ریخستن کرنا تیما کار پیک هاتیه هروها دا زانین که سیاست امریکا لسوریه به ویگاوی باندور نبویه. هند دیپلوماتین روش آوای افتفگر وکه گاوکی نه دلداری و نشکان و پیک هاتیه لیبلی او بنیرینا دهندر تیمه درباره سبروجا قصده و تکلیه و به حکومت و گویز سوریه ده پیک هاتیه.